یادگاری جناب خانم. خب حالا من برای شما یه هدیه آوردم، هم برای شما جوان هم برای جناب خانم. خدا کنه گرون باشه. خدا رامبود بله. الان قراره هدیه برنامه رو به ما تقدیم کنه. هدیه برنامه یه شال کوچولو واسه اهلام خانم که ان خودتون به دستتون برسونید. دست در نکنه. چقدرم بهش میاد، چقدرم بهش میاد. ایشالله به پای هم پیر شد. وای اهلام خانم براد میمیرم، ملنگوی طلا براد میگیرم. چاوشی هم گفت عینک ریبون و اصل و مرچی دارم مال تو. خدا نفسام تویی، تو دل بر همه درداد مال. مواظب باش. این خیلی با دقت بیار بیرون. خیلی مواظب باش. صورت پیاده این میکنه. خدمت شما. اینو مواظب باش. آروم خیلی حساسه روی آروم این خیلی چیز ورزشی. آروم دمت ببینم گرم. به چشماش میاد به آره. ریبن اصله؟ آره. وای رامبود نگاه کن. خب من مرد هدیه گنده آقای بلند جوان. شدی اومدی متشکرم. من چون برنامه‌های گذشته رو می‌دیدم و می‌دیدم که عینک گرد خیلی دوست دارین، احساس می‌کردم که دوست دارین زاویه دیدتون نسبت به جهان گردتر باشه تا زاویه. منم از همون قسمت یک هدیه ناقابلی، فقط شیشه‌شو نمیدونستم که رو چه. چقدر اگه خیلی گرده بزن رو شکمه. خوبه؟ خیلی بد میاد رامبود. خیلی ممنون که آقا، دوست داشته بسیار باش. قربون شما. سپاسگزارم. بابا چه حیرت انگیز، چه لذت بخش غیر ببخشید. منتظره. قربون بسیار شما. سپاسگزارم.